اشهد ان لا اله الا الله و محمدا رسول الله. مرا به خاطر جنگ هایی که با شما کردم ببخشید. اسلام همه گناهان گذشته را میبخشد. ببخشید که با این چیزها آمدم. اینها جواهرات من، هرچه ارزش دارن تقدیم مستمندان میکنم. اجازه میفرمایید که بله. ولی تو برنده ترین شمشیر علیه اسلام بودی. و حالا به اذن پروردگار برای در هم کوبیدن دشمنان به کار خواهد رفت.